مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امیر فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. تقریبا بیش از 20 روز از کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که از کردستان به تهران سفر کرده بود و توسط ماموران گشت ارشاد در ایستگاه مترو شهید حقانی بازداشت شده بود و پس از اون خبر کشته شدنش در رسانه‌ها منتشر شد میگذره. و در طول این 20 روز گذشته نه پزشکی قانونی نه مسئولان داخل ایران هیچ کدوم نیومدن اطلاعات دقیق و شفافی رو به مردم ارائه بدن. برعکس کسی که این خبر رو منتشر کرده بود، کسایی که اعتراض کرده بودن نسبت به این خبر و کسانی که ناراحتی خودشون رو ابراز کرده بودن، دیگه فرقی نمیکرد هنرمند باشه، خواننده باشه، بازیگر باشه یا مردم معمولی باشه، همه رو گرفتن و بردن و بازداشت کردن و هیچ کسی هیچ اطلاعات درست و دقیقی رو در داخل ایران که اصطلاحاً مربوط به این قتل بود گردن نگرفت و توضیحات کاملی رو ارائه نکرد. این در حالی هستش که چندین گروه هکری در طول این چند روز گذشته تلاش کردند که با نفوذ به عمق سیستم‌های کامپیوتری بعضی از نهادها و سازمان‌ها علت دقیق فوت خانم مهسا امینی که حالا کل جهان میشناسنش و دیگه فرقی نمی‌کنه از چه ملیتی باشن، همه دنیا در خصوص مهسا امینی حالا داره صحبت میکنه. همین کشته شدن خانم مهسا امینی باعث شد که موج اعتراضات مردم بیشتر بشه در شهرهای مختلف ایران و دیگه صبرشون تموم بشه و ما شاهد این بودیم که در شهرهای مختلف ایران مردم به کف خیابون‌ها اومدن و از اون طرف ایرانیان خارج از کشور هم در شهرهای مختلف به صورت هماهنگ اعتراضات خودشون رو نشون دادن. و وقتی تصاویر کشورهای مختلف رو ما میبینیم، یعنی تنها چیزی که میشه برداشت کرد این هستش که 80 میلیون داخل ایران هستن و 80 میلیون ایرانی خارج از کشور مجبور شدن ایران رو ترک بکنن. بریم سر اصل موضوع خودمون در خصوص افشای اسنادی که چند گروه هکری منتشر کردن از عاملان بازداشت و کسانی که باعث کشته شدن مهسا امینی شدن. این در حالی هستش که فرمانده انتظامی تهران اومد و این قضیه رو تو روزهای اول ماستمالی کرد. جلوتر اسناد گروه‌های هکری رو هم به شما نشون میدیم. بریم تصاویر و صحبت‌های فرمانده انتظامی تهران رو بشنویم در خصوص کشته شدن خانم مهسا امینی و بعد از اون هم اسناد این گروه‌های هکری رو برای شما منتشر کنیم. لطفاً بفرمایید برای اذهان عمومی که آیا در لحظه دستگیری هم لباس ایشون همینطور مناسب بوده یا خیلی میشه توضیح بدید؟ عرض کردم ببینید 4 تا میگن که لباس ایشون مناسب نبوده. این تصویر، حالا من تصویر زوم میکنم خیلی کوچیکه، لباس خانم مهسا امینی در حین بازداشت هستش. من نمیدونم که متر و معیار اینا برای اینکه حجاب خانم مهسا امینی رعایت نشده چی بود. یعنی لباس کاملا پوشیده هستش و کاملا با عرف ایران حالا برابری میکنه. ولی خب فرمانده انتظامی من نمیدونم، یه سری آدم هایی که کار میکنن توی اون سیستم و مخصوصا تو گشت ارشاد جای مختلف فکر کنم حشری عصبی تشریف دارن. یعنی یه چاکموی این افراد هم میبینن میگن که این تحریک کننده است و باید گرفته بشه. خب بریم خانم و 2 تا آقا 6 نفر که 3 تا خانم با تذکر قابل رفع بوده و همونجا توی اون صحنه میگن شما تشریف ببرید، مطلبی هم نداره، در حالی که اونها هم تو وهله اولش مشموله همون بحث در واقع عدم رعایت شونات میشده با اون به اصطلاح یه قابل ادامه نده و انتقاد دادن. هیچ اینم من بگم نه این 4 تا خانم و اون 2 تا مقاومتی کردن و حتی یک کلمه هم بحث شده و نه خانم مهسا هیچ بحثی نشده. یعنی توی ایران اصلا بحث هم نمیشه. یعنی انگار ما مثلا گشت ارشاد رو ندیدیم که مثلا افرادو میگیره، بابا یه مأمور معمولی میخواد ماشین رو تو جریمه بکنه همه اعتراض میکنن یا آقا همین 5 دقیقه دیگه حالا به خاطر حجاب تر و تمیزش و یک کسی به ناحق
بیاد بهش بگه حجابت مشکل داره، یعنی شما انتظار دارید که اعتراض نکنه؟ هیچ بحثی نبوده، فقط درسیم ون هم البته 2 تا از اون 5 نفر با ما صحبت کردن، گفتن که 3 تاشون صحبت نمی کنیم، 2 نفر صحبت کردن گفتن تا این شوخی هم میکرد دیگه مزا هم اصلا ممکنه خیلی اتفاقایی این وسط نه اون که گفتن به اصطلاح تختی شده، نه فیلم که نیم ساعته، همون که میتونی نیم ساعته بزنید، نیم ساعته فیلم یعنی تا بیان نه فیلم نیم ساعته. میگه فیلم نیم ساعته، بعد ما نمیتونیم این نیم ساعت رو بذاریم. بابا نیم ساعت آپلود کنید تو فضای مجازی. میگه ما نمیتونیم نیم ساعت آپلود بکنیم. بابا وقتی یک جنایت، یه اتفاق بابا جون یه نفر بوده اتفاق میفته، شما 8 ساعت فیلم هم باشه بعد عین همون 8 ساعت رو برای مردم منتشر کنید. میگه ما نیم ساعت بوده نمیتونستیم نیم ساعت رو منتشر کنیم. معلومه که اونجا اتفاقاتی افتاده و اینا نمیخوان اون تصاویر پخش بشه. میگه ما نیم ساعت رو نمیتونیم پخش کنیم. بعد این جمله رو تکرار بکنم. ما اون یه تیکه که ایشون بلند میشه میاد اعتراضشو میکنه و در حرفشو میزنه و اون حالت دارش پیش. اولش میگفتن که موقعی که سوار وهم شده هیچ اعتراضی نکرده، بعد که اونجا رسیده یهو یادش اومده اعتراض بکنه. خب نه هیچ. نه ببین تمام این فیلم ها رو قبلا هم گفتیم، تمام این فیلم ها رو به خانواده‌اش طولانی مدت از لحظه که میاد داخل پلیس امنیت هوایی تا میاد داخل سالن تا اون لحظه این برای خانواده‌اش کامل گذاشتیم. ولی طبیعتا ما تو رسانه نمیتونیم بسیار عالی. آقا میگه برای خانواده‌اش گذاشتیم. شما واسه خانواده‌اش گذاشتید ولی واسه مردم که حالا میخوان این قضیه براشون شفاف بشه نذاشتید. در اون تازه جالب این هستش که پدر مهسا امینی گفته بوده که فیلم تختی شده بوده و فیلم کامل منتشر نشده. برید صحبت‌های پدر مهسا امینی رو بشنوید. حالا من از عمد این صحبت‌های فرمانده انتظامی تهران رو برای شما منتشر کردم و میخوام به شما سندی رو نشون بدم که گروه هکری عدالت علی، حالا همچین چیزی منتشر کرد. 3-4 تا گروه هکری تو طول این 1-2 هفته گذشته حملات سایبری انجام دادن و یک سری اسناد رو برای افشای واقعیت در کانال‌های تلگرامی خودشون و در رسانه‌های خودشون منتشر کردن. سند اولی که هست اصطلاحاً نامه‌ای هستش که سرپرست دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 38 زده شده. این سند رو گروه هکری عدالت علی منتشر کرده و شیوه بازداشت خانم مهسا امینی رو با جزئیات دارن گزارش میکنن به دادسرای عمومی انقلاب ناحیه 38 تهران. گفته که احتراما در خصوص پرونده مربوط به سرکار خانم مهسا امینی که پس از دستگیری توسط پلیس امنیت اخلاقی در مقر آن پلیس بیهوش شده، اکنون در حالت زندگی توی بیمارستان در اصطلاحاً تو حالت کما هستش. ولی من فارسیشو میخوام بگم که متوجه شید چون ادبیاتشون ادبیات اصطلاحاً قانونیه. این نامه زمانی زده شده بوده که خانم مهسا امینی توی کما بوده و به رحمت خدا نرفته بوده و گفته که بر اساس ماده 32 قانون باید نظارت بکنه دادستان بر ضابطین دادگستری و چیزهای مختلف و به استدلال میرساند که امروز مورخ 23 شهریور ماه 1401 تحقیقات اولیه صورت گرفته که بهتون گفته میشه. بعد گفته که طبق گزارش بازرسی فاتح 3 اکیپ گشت ارشاد در محدوده ایستگاه مترو شهید حقانی مستقر بودند که یکی از اکیپ‌های مذکور به سرپرستی سروان رفیعی در حین گشت در محدوده مذکور در ساعت حدود 18:30 بوده. خب اسامی رو گروه عدالت علی عنوان میکنه تو این نامه و یه دونه گروه هکری دیگه هستن به اسم بکدور اومده عکس‌ها و مشخصات این افراد رو گذاشته. خب توی این نامه گفته که سرپرستی این گروه رو شخصی به اسم سروان رفیعی داشته. این سندی هستش که یه گروه هکری دیگه منتشر کرده. آقای عنایت الله رفیعی شماره شناسنامه‌اش رو گذاشته، متولد 1349، اهل خدابنده و آدرس محل زندگیش و مأمور گشت ارشاد بوده که این نفر اول بوده. ایشون مأمور اون اکیپ گشت ارشادی بوده که مهسا امینی رو بازداشت کرده بوده. و بذار من تصویر کوچیک شد. خب
گفته که در ساعت 18:30 روز گذشته به گروه آبر متشکل از 3 دختر و 1 پسر برخورد کردند که توسط نظامی مذکور و نیز عددی از ماموران صدفان حاضر به نام خانم سفری جهت بازرسی وضعیت حجاب متوقف بشه. خانم سفری کی هستش که ایشون رو متوقف میکنه؟ ایشونه که خانم پرستو سفری هستن که متولد 1365 اهل کرمانشاه، که حالا ایشون تو پرانتز نوشته که تقریبا همشهریتون بود و اون که سنندجی این کرمانشاه، حالا زیاد ما با این کار نداریم. و ایشون کسی بوده که جلوی مهسا امینی رو تو خیابون گرفت این خانم، و گفته که در بررسی مشخص می شود که 3 دختر مذکور با یکدیگر دختر خاله بودند و پسر همراهشان نیز برادر یکی از دختران می باشد که گفته بود ما اینجا غریبیم و تو رو خدا با ما کاری نداشته باشید. اما ایرانیان کل دنیا ثابت کردند که دیگه مهسا امینی در هیچ کجای جهان غریبه نیست. یکی از دخترها مشکل حجاب نداشت و لیکن 2 دختر دیگر به خودرو ون هدایت می شوند که از 2 نفر نیز 1 نفر پس از رفع مشکل در محل، یعنی حجابش همون لحظه درست میکنه و میره و نهایتا متوفی اصطلاح خودمون خانم مهسا امینی میواند و وی را به مقر پلیس امنیت اخلاقی جهت توجیه و ارشاد منتقل میکنن. ماموران انتقال دهنده گروهبان یکم خوشنام و خانم حسینی بودند. ایشون آقای خوشنام هستند که متولد 1374 اهل کوهتشت استان لرستان و این هم مشخصات ایشونه، و خانم حسینی فاطمه قربان حسینی که متولد 74. بذارید من این دوتا رو بزنم کنار هم دیگه. دوتاشون تقریبا متولد 74 هن که ایشون اهل تهران هستن و مأمور گشت ارشاد بودن که منتقل میکنن ایشون رو به اون مقر ایستگاه پلیس. لازم به ذکر است که 3 نفر نیز قبل از خانم مهسا امینی و 3 نفر بعد از وی به خودرو ون مذکور منتقل شدن. دقیقاً اسناد نشون میده که تقریبا با صحبت رئیس پلیس که گفته بود 3-4 نفر بودن دقیقاً برابری میکنه. بازرسی ویژه فاطم از کلی افراد حاضر در محل از جمله رانندگان تاکسی و فلان و فلان و فلان و کیوسک و موتوردار و فلان اینا انجام شده بود که کلی افراد بر این موضوع تاکید داشتن که رفتار گشت موسوم به ارشاد که همواره در همان محل مستقر می باشد بعضا نامناسب بود و تنش‌های زیادی میان ایشان و مردم رخ میداد. باز هم تناقض داره با صحبت‌های فرمانده انتظامی تهران که گفته بوده که هیچ تنشی نبوده. شاهدان میگن تنش بوده که گاهی به دلیل برانگیخته شدن تعصبات منتهی به برخورد فیزیکی میشود. در خصوص شخص فوق ذکر برخی اظهارات داشتن که در همان روز و در همان ساعت، یعنی بلوش ساعت 6:30 مشاهده کردن که دختر خانومی حین انتقال به خودرو ون مقاومت نموده که در اثر کشمکش‌های ایجاد شده سرش به جدول برخورد نموده است. در حین انتقال سرش خورده به جدول. بعد فرمانده انتظامی میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده. دوربین‌های مدار بسته ایستگاه مترو شهید حقانی چرا منتشر نمیشه؟ این صحبت اسنادی هستش که خودشون ارائه دادن به دادستانی و جای مختلفا. خودروی ون مذکور در ساعت حدود 7:15 به مقر پلیس فرماندهی قاطب میرسه و افراد رو به داخل سالن ارشاد که در آن پلیس هدایت مینمایند که مورد آموزش و رعایت حجاب قرار بگیرن. در طول این چند سال گذشته بیش از 2.5 میلیون نفر رو به خاطر حجاب توی ایران گرفتن و منتقل کردن به اینجور جاها. یه نظرسنجی بذارید که از اون 2.5 میلیون نفری که شما هدایت کردید به این مقرها برای آموزش چند نفرشون از اون روز به بعد حجابشون رعایت کردن؟ از اون 2.5 میلیون نفر باعث شدن که 10 میلیون نفر دیگه هم حجابشون رعایت نکنن، چون اونها رفتن برای افراد دیگه هم تعریف کردن که چه برخورد نامناسبی داشتید و همین هم باعث شده که بقیه هم از شما متنفر بشن. یعنی نه تنها تاثیرگذار نبودید بلکه باعث شد که افراد بیشتری هم از شما متنفر بشن. در حین آموزش همهمه زیادی بین افراد منتقل شده که تعدادشان زیاد بوده از صورت میگیرد که ناگهان احدی از دختران در سالن به نام خانم مهسا امینی احدی با بیهوش میشود
بعد از چند دقیقه اورژانس در محل حضور می‌یابد و اعلام می‌کند که وی فوت شده که منجر به برهم خوردن سالن، سر و صدای زیاد و حتی درگیری میان ماموران و افراد حاضر می‌شود. نهایتاً فرد بیهوش شده به بیمارستان جهت احیا و اقدامات درمانی منتقل می‌شود. به خاطر همین فیلم کامل رو منتشر نمی‌کنن، چون نمی‌خوان این سر و صدا و درگیری‌ها و رفتارها و کتک‌ها رو به مردم نشون بدن. در این دادیاری بلافاصله پس از ارجاع پرونده تحقیقات خود را شروع نموده و بدون وقفه ادامه خواهد داد. از جمله اقداماتی که در این فرصت انجام شده است علاوه بر تحقیقات از بازرسی اخذ مشخصات هویتی و تماس تلفنی با افرادی باشد که همواره با متوفا حالا شده به وسیله خودرو ون منتقل شدند. از این اشخاص اظهار داشته که احدی که متوفا با وی در خودرو ون صحبت نموده و از ضربه وارد آمده به سر و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی نموده و دائما شیون می نموده و تقاضای دریافت موبایل خود را داشته که از سوی ماموران توجهی نشده است. در مورد اظهارات فوق که مسلماً تاثیر خاصی بر روی افکار عمومی خواهد داشت، ادامه رسیدگی پرونده باید با رعایت تمامی جوانب آن توسط مسئولان محترم تصمیم گیری شود. تحقیقات پرونده به سبب اهمیت موضوع، مدیریت بحران و حساسیت آن بلخص از جانب ناحیه کردستان توسط این جانب شخصا خواهد شد و به صورت محرمانه تقدیم حضور می‌گردد. علی امرایی، دادیار شعبه 5 دادسرای ناحیه 5، که این هم تصاویر افرادی هستش که خانم مهسا امینی رو بازداشت کردن و به اصطلاح کشتن. و اگر چند سال پیش بود، 10-12 سال پیش بود، این گروه‌های هکری نبودن و نمیتونستن این اسناد رو به بیرون بکشن، چجوری مردم میخواستن واقعیت رو بفهمن؟ ماسمالی میکردن قضیه رو و تمامش میکردن و مثلا یه دم که اعتراض میکردن و سرکوب میکردن و گفتن برید دنبال بازی. و ما حتی امروز داخل مجلس تصاویری اومده بیرون که حالا خوشم نمیاد این طویله مجلس رو نشون بدم، که نماینده های مجلسی که همون مردم بهشون رأی دادن میان میگن مرگ بر منافق، مردم رو منافق خطاب میکنن و مرگ به سمتشون حواله میکنن و تشکر میکنن از نیروی انتظامی که مستقیم به مردم شلیک میکنه و مردم رو میکشه. آقا مردمی که توی اون کف خیابونا هستن توریستای امریکا و نمیدونم آلمان و اروپا و کانادا و جای مختلف نیستن که توریستی بیان بعد اونجا بریزن تو خیابونا. مردم همون آب و خاکن که سهم دارن از اون آب و خاک. ارث پدریتون نیست و نخواهدم بود. ولی به شما نماینده‌های مجلس به همون مردم میگید منافق، مرگ میفرستید براشون. میتونم بهتون نشون بدم، ولی باید حالا یه کوتاه برم توی آرشیوم نگاه کنم و بهتون نشون بدم که چه شخصیتی دارن این نماینده‌های مجلس که اینجوری برمیدارن به مردمی که میتونم بهتون الان نشون بدم تصویرش هم اینجا همه چی لایو داریم بهتون نشون میدیم. یکم تصاویر کوچیکه ولی باید بزرگش کنیم. ببینید این طویله مجلس، چیزی بهتری نمیشه. مرگ بر منافق. اینا همون نماینده‌های مجلسی هستن که نزدیک انتخابات میمالن مردم رو که بهشون رأی بدن ها. حالا همون مردمی که تو خیابون‌ها کشته میشن اینا تشکر میکنن از اون آدمایی که همون مردم رو کشتن. در صورت دوستان شما نظرتون نسبت به این اتفاقات بگید و برامون کامنت بذارید. اگرم دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. ویدیوهای قبلی ما در خصوص این اتفاقات بوده رو هم حتما ببینید. ممنون از شما.